سلام علیکم برادران و خواهران عزیز، هر کجا که باشن امیدوارم موفق، سربلند، خانه آباد، آزاد باشین. موضوعی که میخوام روز دربارش صحبت بکنم، چند روز اخیر در شبکه‌های اینترنتی فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک یا بسیار دربارش گفتن. یکی عنوانش گذاشت که دشمن دین از دنیا رفت، یک از دیگرش گفت فاسقه، یک از دیگرش گفت دشمن زنهای تاجیک یا زنهای اسلامی از دنیا رفت و یک گروه دیگر هم از او دفاع کردند و دفاعی هم تا جایی که دفاع های امید داشتن به اونه که ای رئیس کمیته کار با زنان در رحمت و مغفرت خداوند شامل بشه و خداوند گناهاش رو ببخشه. اما اونا چی میگن؟ این کار نکردن که این معلمه در آخرهای عمرش داشت به یک کارهای دست میزد که به یک گروه انسانهایی که عقیده داشتن یا به یک چیز باوری داشتن یا یک نظری داشتن بر ضد اونا بود. اصلا در جای مسئولیت خودش رئیس کمیته کار با زنان بود، در یک جای دیگه رئیس کمیته کار بر ضد زنها، یعنی دو کمیته در کار میکرد، یک گروه را کمک میکرد، یک گروه دیگر را حقوقشون را پایمال میکرد. برای این هم چندین بارها تماس گرفتن، گفتن که کاری که تو میکنی آشکارا بر ضد خدا و رسول و اینا مبارزه بردن است و اگر از نگاه دنیوی امروزه بگیرین، این بر ضد حقوقهای یک گروه زنهایی هستند که اعتقاد دارن که باید رو مال بکنن یا که رو سری بکنن و هر چیزی دیگر. اما این خدا پیش از وفاتش هدایتش اگر کرده باشه این کارا رو انجام میداد. خب دیگه ما نمیگیم که از این زیاد ما نمیگیم، ما مثال نمیاریم که چی کار رو زیاد انجام داد. او را میسپاریم در دست خداوند و او حساب کتابش در نزد خداوند است. بعضی ها بله مثال آوردن که زنها را کمک میکرد، به یک نفر خانه داد، به یک نفر پالتومی تنش را برآورد داد. درست او پالتومی چند هزاره که خریدگی پول همین زنها است. یک گروه زنهای فاحشه را به خانه شرایط خانه داشتن براشان فراهم آورد، یک گروه دیگر از آزادیاش محروم کرد، یک گروه زیادی دیگه در این باره نمیخوام صحبت بکنم. سوال من این است که این گروه انسانهایی که شما در زیر نقاب فرهنگ بیگانه دارین، یک گروه انسانها را از حقوقهای خودشان محروم میکنین، دارین حقوقهای اونها را پایمال میکنین در زیر نام فرهنگ بیگانه. من سوال به شما دارم، هر کسی که از همین کار پیروی میکنه، من سوال از شما دارم، من معلومه در دیگه کار ندارم، آیا به دنیا میایین نام شما عبدالله، محمد، رابعه، عایشه نیست؟ فرهنگ بیگانه. در گوش شما اذان میگن، فرهنگ بیگانه. شما به مکتب میروین، لباس های به بر میکنین که فرهنگ بیگانه. شما آیله دار میشین، نیکای شما فرهنگ بیگانه. شما از دنیا میگذرین، به فرهنگ بیگانه کفنتان میکنن، به فرهنگ بیگانه مسجدتان میبرن، به فرهنگ بیگانه
بالای شما نماز میخوانند. به فرهنگی بیگانه شما را به قبرستان میبرند، نمیبرند آتش بزنند. در تابوت به قبرستان میبرند. با فرهنگی بیگانه شما را گور میکنند، در گور میاندازند. با فرهنگی بیگانه بالای شما خاک میپرتوند و سوره تبارک یا یک سوره دیگر میخوانند، یک موعظه دیگر میکنند. با فرهنگی بیگانه در روی قبر تو دعا میکنند. با فرهنگی بیگانه 43 جمعگی و یک شنبگی و نمیدونم سال اینا را میتیند. همه اینا را به فرهنگی بیگانه میکنند. شما بیاین بگین که خب ما در یک دولت دموکراتی هستیم، اما دموکراتی نو، نه اون دموکراتی که مردم میفهمند، یا که در اروپا و در دیگر جایی که مادری دموکراتی ها هستند. پیدایش دموکراتی از اینجا شروع شدگی است تا جای فهم شما غلط است. ما دموکراتی داریم، اما دموکراتی ما دیگه است. مثلا ما فرهنگی بیگانه را قبول نداریم در دموکراتی ما. بسیار خوب، بیاین شما این فرهنگایی که من نام گرفتم تاجیکیش برای ما معین کنین. نمیشه که یک انسان در یک پاسپورت هم نامش عبدالله باشد، هم نامش صمد، یا که نمیدونم محمد، یا که نمیدونم فروخ، عبدالله، یک کسی دیگه باشه. شما هم نمیتونین که در بعضی جاها فرهنگ بیگانه بگین، در یک جای بعضی جاهای دیگر از فرهنگ بیگانه بسیار خوب استفاده برین. بیاین مشخص معین کنین که فرهنگ ما چگونه است. بیایید و فرهنگ تاجیکانه این کار را انجام بدیم. اگر فرهنگ میبین این شترمرغ صفت بدن برای چی؟ برای چی من شترمرغ میگم؟ برای که شترمرغ میگن بار بردار، میگه من مرغمو پرواز میکنم. وقتی میگنش که تو مرغ پرواز کن، میگن من شترم بار میبردارم. نه شترمرغ، نه شتر است و نه مرغ. این صفت باید از خود دور باید کرد. مشخص معین کرد که باید ما کجا بریم. ما یک گروه انسان‌های هستن که تمام عمر آشکارا به یگان چی میگن دودیلگی خدا را این کار میکنن. نه فقط این کار میکنن، بعد که برای او بر ضد خدا گپ‌های قبیح میزنن، بر ضد فرستاده او گپ‌های قبیح میزنن، مسخره میکنن. بعد که میمیرن اونا رو میبرن جنازه میکنن. این چی معنی داره؟ شما مرد باشین، پیش از مردنتون وصیت بکنین. نفرایی که همین فکر دارین یگان مشکل نداره، بگین که برادرها یا هموطنان عزیز، ما نمیخوایم طبق فرهنگ بیگانه فرزندای ما به دنیا بیاین در گوشه اونا اذان بگن. طبق فرهنگ ما انا این کار باید انجام بدین. مثلا وقتی نکاح کردن بگن که این فرهنگ بیگانه است، نکاح اسلامی. ما فقط نکاح تاجیکی خمونه میکنیم. اگر زکس هم در نظر داشته باشیم که زکسی افیتسال نه، یا را ما میدونیم که پیدا شد این زکسی که در نتریس میکنن. پس برین اصلی پیدایش همین نکاح پیدا کنین بیارین، بگه فرهنگ ما اینمی چیزا میگن.
نمیشه از یک فرهنگ نیمش بگیریم نیمش رها کنیم. وقتی که ما از دنیا گذشتیم با انمی فرهنگ ما را برای گور کنیم، بیاین اشکار بگین یگان جای مشکل نداره، مردم تصمیم بگیرن، مردم انا چی میگن برای اونا واضح بشه که شما کی هستین. مرد برای باید زندگی کرد. هر فکر عقیده ای که داری، هر کسی هر چیزی که هستی مثل مرد باید زندگی کرد. غیر مسلمانی مرد برای بگم من غیر مسلمانم، وقتی که من مردم به همین سنت به همین فلان انا فرهنگ مرا برای گور کنی، به هر فرهنگی که نباشه. ما مثلا به فلان چیز اعتقاد ندارم، وقتی من مردم همین کار رو انجام ندی. چرا این وصیت نمیکنی؟ تو موقعتون، تو جایگاهتون معین مشخص تا وفاتون باشه. خداوند باشد که تمام این نفرایی که این فکر اندیشه را دارن، اگر به خدا باور داشته باشن و اگر به طبیعت باوری داشته باشن و به چی میگن ناموس و آر و اینا باوری داشته باشن، و هر چیزی که باوری دارن همون وارا کمک بکنه که مرد باشن، واقعی باشن، شتر صفت نباشن. یک چیز است شخصا برای ما یا برای مبرین ها، اگر تمام مردم داخل جنت بشوند ما یگان مشکل نداریم، چون که باوری داریم، یقین داریم که جنت الله تمامی بشریت از پیدایشش تا نهایتش جا می شود. و اگر همگی داخل دوزخ بشوند، خداوند در قرآن میگه که بسم الله الرحمن الرحیم ما امروز به دوزخ میگوییم که هل امتلأتی و تقول هل من مزید. میگه امروز ما به دوزخ میگیم که آیا تو پر شدی؟ امتلاء او را میگن که مثلا در یک ظرف آب میگیری تا لبش پر میشه و اگر یک قطره دیگه موندی بیرون میشه، همین را امتلاء میگن. میگه هل امتلأتی، میگه ما به دوزخ گفتیم که آیا تو پر شدی؟ دوزخ در جواب میگه که هل من مزید، اگر باشه باز بیار. ما در هر دو طرف عقیده داریم، در هر دو طرف باور داریم، یقین داریم. همچون یک تعداد زیاد ساکنان تاجیکستان ما را هر چیزی که نام میکنین نام بکنین، ما یک گروه انسان ها به همین چیز عقیده داریم، به همین چیز اعتقاد داریم و این هم همون دموکراتی که شما میگین همین چیز برای ما اجازت میده. اما ما حیران موندیم که کدام اینا رو انجام بدیم کدامش انجام ندیم، چون که نیمشو اجازه داریم نیمش اجازه نداریم. ما یک لیستی معین نداریم که کدام فرهنگ، کدام عملهای ما بر ضد فرهنگ، کدام عملهای ما چی میگن موافق فرهنگ است. باور کنین ما اگر 30 سال اخیر نگاه بکنیم هم از گد و ود شدگی ما نمیدونیم چیکار کنیم. ملت تاجیک با مانند لابراتوری شدگی میارن این فکر جا میکنن، یک کمتر میره و 1 سال میره و 1.5 سال میره و همه از او فراموش میکنن، برای که ایده فکرهای واقعی نیست. میارن میگن ای در لابراتوری ما نشید، کار میکنن بالا شیخه، میبینن مردم قبول نمیکنن یا اینکه همون مسئولین خچون خنک نظری میکنن میپرتوانش و یک چیزی دیگر هم میارن بیا که ایرده مردم بسنجن. بو ایش چی میشوه؟ ایران میارن میسنجن، چند مدت دوام میکنن، ایش هم نمیشوه، با چیزی دیگر هم میارن. مردم این تاجیک، مردم این مسلمان تاجیک خاصتا به مانند لابراتوری شیرگی
هر چیز میارن تشخیص میکنن، موافق که نباشه میپرتان یک چیز دیگر را میارن. خداوند همه ما و شما را در او چیزی که حق است برسانه و برای ما عقل سالم بتیه، موقع معین و مشخص بتیه. خداوند دعا میکنم که هر چیز زودتر این سوی تفاهم ها از بین ملت تاجیک برداشته شود، تنجی، امانی، یک دیگر فهمی، همزیستی، چی میگن، قبولی فکرهای مختلف برای ما تاجیکا الله ذوالجلال عطا بکنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.